و گفتیم دعا مخ عبادت، دعا عین عبادت، دعا رو دست کم نگیریم. آداب دعا، اسباب دعا، اوقات دعا، اماکن دعا، نوع دعا، همه اینا شرطه. اماکن دعا باید تمیز باشه، جای مقدس و خوبی باشه. لباست همچنین. اگر بر طهارت و وضو باشید که دیگه نور علی نوره، درسته، دعا کردن نیاز به وضو نداره. 3 چیز در اسلام نیاز به وضو داره، بدون وضو ممکن نیست. یکی نمازه، یکی دست زدن به قرآن، یکی طواف دور خانه خداست. این 3 چیز باید وضو داشته باشه. ولی اگر دعا با وضو بخوانید خیلی بهتر از بی وضوئیه، چون وضو یک معنویت خاصه. با لباس تمیز دهانتو مسواک بزنید، با قصد رو به قبله بنشینید، 2 زانو بنشینید. بعد از نماز باشه، وقت سحر باشه، هنگام نزول باران باشه، در مسافرت باشه، قبل از افطار باشه. اینا اوقات دعاست. پشت مقام ابراهیم باشه، در روضه شریفه، باغی از باغهای بهشت، در مسجد پیامبر باشه، کنار ستون توبه باشه. یه ستونی هست تو روضه بهش میگن ستون توبه، جریانی داره. همه اینها اگر رعایت بشه، موانع دعا هم منتفی بشه، دعا ردخور نداره. یکی از موانع دعا این که انسان مال حرام وارد زندگیش بشه، دعا مستجاب نمیشه. لباسش از حرام تامین بشه، غذاش از حرام تامین بشه، یا شبهه‌ای تو زندگیش باشه، دعاش مستجاب نمیشه. حقی بر گردنش باشه، عمدن داره تأخیر میکنه، توانمنده، حقوق والدین داشته باشه، پدر و مادرش ازش راضی نباشن، خیلی خطرناک. میره تا بالا، تخت میخوره تو سرش. یعنی قدرت پرواز کردن نداره، چون دعاش سبک نیست.